نمیدونم شما چطوری فیلم میبینید یا چه فیلمایی رو میبینید. مطمئناً شما هم فیلمایی که دیگران بهتون توصیه میکنن یا فیلمایی که تبلیغش رو میبینید یا فیلمایی که قبلا دیدید و ازش خوشتون اومده دوباره و چند باره میبینید. اما فیلمایی هستن که ممکنه به کارمون بیاد، ممکنه به علایق و دلبستگی‌های ما مرتبط باشه. اگه ورزشکاریم فیلمای ورزشی دوست داریم ببینیم، اگر هنرمندیم فیلمایی که مربوط به زندگی نامه هنرمنداست. حالا اگر به مدیریت و کسب و کار و فناوری توامان علاقه‌مند باشید، دیدن فیلم بلکبری سوای مباحث هنری و سینماییش میتونه مطالبی داشته باشه که دیدن فیلم رو ارزشمند بکنه. بهتره که اول تریلر رسمی فیلم رو با هم بشنویم. Picture a cell phone and an email machine all in one thing. What do you call it? It's called a BlackBerry. You guys have no idea how to run a company. If we put more phones on these networks, they're going to crash. You said they were the best engineers in the world. I said they're the best engineers in Canada. I created this entire market. We're in the middle of a hostile takeover! این فیلمو آقای مت جانسون کارگردانی کرده، خودش به کمک آقای متیو میلر هم نوشتتش. این فیلم یه اقتباسی هست از کتاب گم کردن سیگنال، داستان ناگفته پشت صعود فوق‌العاده و سقوط شگفت انگیز بلکبری. نویسنده کتاب جکی مکنیش و شان سیلکوف. حالا که با موضوع اپیزود فرعی امروزمون یعنی نقد مدیریتی فیلم بلکبری آشنا شدیم، بریم تو دل کار. سلام و درود به پادکست راب، خوش آمدید. من علیرضا مهدیپور تلاشم اینه که تو این پادکست پیرامون موضوعات مدیریتی در حوزه کسب و کار به زبان ساده و البته کاربردی صحبت کنم. فیلم بلکبری جایزه خرس طلایی برلین رو گرفته. داستانش هم در مورد تلفن هوشمند بلکبری است که از پیشگاما و پرچمدارای تلفن‌های هوشمند. داستان فیلم چون واقعی هستش، احتمالاً هر چی که اینجا بگیم بهش مارک اسپویل یا لو دادن فیلم نمیخوره. کل ماجرا اینه بلکبری چطوری پا گرفت، چطوری کله پا شد. این نکته مهمه. چیزایی که تو این قسمت اول در قالب اپیزود فرعی تحت عنوان راب فیلم 1 میخوام بگم به هیچ وجه نقد سینمایی، هنری یا تکنیکی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تو این موضوع هیچی نمیدونم. در حد یک تماشاگر عام و حتی یکم پایین تر هستم. اما موارد مدیریتی اون رو میتونم یه بخشایش رو دیکود بکنم. امید من اینه که تو راب فیلم‌های بعدی با حضور یکی از منتقدین صاحب نام سینمای ایران که دست بر قضا دوستی قریب به 4 دهه هم با ایشون دارم، بتونه اپیزودهای بعدی رو کمی جذاب‌ترش بکنه. یعنی اونجا بتونیم هم بحث‌های مدیریتی هم بحث‌های سینمایی هنری رو هم مطرح بکنیم. حالا چرا این فیلم رو انتخاب کردم؟ هم به خاطر اینکه تم فیلم با تم پادکست راب نزدیکه. اگر اپیزودهای قبلی خصوصا اپیزود ماهیگیری در آسانسور رو چه در بخش آغازین چه در بخش پایانی شنیده باشید، بارها مثالی از فیلم بلکبری زده شد و ارجاعاتی داده شد. این فیلم میتونه شبیه سازی باشه یا مکملی باشه برای بحث هایی که توی
توی اپیزودهای مختلف پادکست راب مطرح میشه. البته این دقت همیشه در مسائل مدیریتی وجود داره که مواردی که دیده میشه با توجه به فرهنگ، زمان و مکان داستان میتونه با مواردی که گفته میشه در اپیزودها و آن چیزی که در شرایط واقعی و جغرافیایی خودمون ببینیم تفاوت‌هایی داشته باشه. البته همه این موارد یه طرف، ولی دلیل اصلی و آشنایی من با این فیلم باز به خاطر پیشنهاد هوشمندانه همون دوست منتقد کاربلدم بودش که ایده استفاده از محتوای فیلم بلکبری رو از دو منظر هنری سینمایی و مدیریتی و بیزینسی پیشنهاد دادم و پیشنهاد بسیار هم خوبی بود. پس اینجا قراره در مورد مدیریت کسب کار با حال هوای بلکبری صحبت بکنیم و بیشتر دنبال چرخه حیات بلکبری هست. تو کانال تلگرامی پادکست راب هم که هم آدرسش رو اینجا میذارم و هم میتونید با آیدی CRM علیم ALIM اون رو سرچ بکنید و تو کانال توضیحاتی بیشتری در مورد پادکست ها میبینید. ویدیوها و عکس ها و موارد بصری قابل دسترس تر هستش. آدرس پیج اینستای پادکست راب و آدرس جیمیل پادکست راب رو هم در توضیحات خواهم نوشت. خلاصه داستان فیلم اینه. سال 1996. مکان واترلو. یکی از کاراکترهای اصلی مایک لازاردیس مدیر عامل یه شرکت تحقیق و توسعه، یه شرکت آرندی هستش. ایشون با دوست اصلیش و تیم همکارش یه چیزی رو تولید کردن و قرار اونو به یه آقایی به اسم آقای والسیلی ارائه بدن. یه پیشتک اجرا بکنن. یک استارتاپی دارن، یه گوشی دارن که یه کارهای خفنی میکنه. اینو قراره ارائه بدن و سرمایه دریافت کنن. پس این یه شبیه ساز پیشتک میتونه باشه. ارائهشون موفق نمیشه. چرا؟ تو بخش خودش میگم. و جالبه این آقای باسیلی هم خودش تو همون سکانس‌های آغازین فیلم خود اون هم برای یک گروه دیگه سرمایه گذار یه پیشتک داره. اونم موفق نمیشه، از مجموعه خودش خارج میشه. بعد میاد مدیر عامل RIM میشه، یعنی با آقای مایک همکار میشه. نصف شرکت رو میده. طی اتفاقات دیگه‌ای شرکت میره بالا، کار بالا میگیره، رشد میکنه. تو اوج که میرسن به خاطر دلایل خاص مدیریتی با کله سقوط میکنه. اون دلایل و تحلیل‌های دیگه مدیریتی بماند برای اپیزودهای بعدی. امروز قراره فقط در مورد 2 تا پیچ تکی که توأمان انجام میشه و نکاتی رو که رعایت نمیشه و مواردی که باعث میشه که هر 2 تا پیچ تکا، هر 2 تا جلسه ارائه ها، هر 2 تا جلسه جلب و جذب سرمایه به دیوار بخوره رو با هم دیگه صحبت. قبلش یکی از آهنگایی که پخش میشه رو بشنویم. ارتباط خاصی بگیرم، اما به نظرم طرفدارانی داره. حالا اونایی که خوششون اومد و حالشو بردن نوش جونشون، اونایی هم که مثل من نتونستن ارتباط بگیرن یه چند لحظه تحمل بکنن. اینم تموم میشه، میریم تو داستان خودمون و تحلیل.
50 سال آینده باشه، انسان ممکنه کارش رو از تاهیتی یا بالی انجام بده، درست همونطور که میتونه از لندن انجام بده. در واقع اگه ثابت بشه که ارزششو داره، تقریبا هر مهارت اجرایی، هر مهارت مدیریتی، حتی هر مهارت فیزیکی میتونه مستقل از مکان انجام بشه. وقتی اون زمان برسه، تمام دنیا در یه نقطه متمرکز میشه و نقش سنتی شهر به عنوان محل ملاقاتی برای انسان دیگه اعتبار نداره. در واقع انسان‌ها دیگه سفر نمی‌کنن، با هم ارتباط برقرار می‌کنن. متن سخنرانی که از تلویزیون پخش میشد شنیدید. ترانزیستور و ماهواره مخابراتی. انتظار برای حدود 50 سال، ولی الان میبینید که به هر دلیلی تو کمتر از 50 سال همه چیزهایی که یه روزی تخیلی بوده و گمانه میزدن اجرایی شده، نه تنها در جهان اول و کشورهای توسعه یافته، بلکه به دلیل دهکده جهانی بودن، به دلیل عصر ارتباطات در کشورهای در حال پیشرفت هم دیده میشه. شاید یکی از شتاب دهنده های این ماجرا کرونا لعنتی بوده. آره درسته، کرونا. اما به هر دلیلی امروز شرایطی رو داریم که برای دهه 90 میلادی دور از دسترس و تخیلی و رویاگونه بوده. اما امروز نوع شغل‌های هیبریدی، دورکاری، فریلنسری، ارتباطات، جلسات مجازی و جزء اجزای اصلی زندگی کاری و اجتماع ما شده. کلیدواژه انجام کارهای مدیریتی، کارهای هنری و حتی‌ای که با تاکید مطرح شد، حتی کارهای فیزیکی بدون وابستگی به مکان میتونه یک جهش بزرگ در علم و فناوری تلقی بشه. جالب اینه تو سکانس‌های اول 2 تا تصویر از 2 تا ماشین داریم. اول تصور میشه که 2 تا کاراکتر ما توی ماشینن، اما در واقع 2 تا ماشین مختلف است، 2 تا ماجرای مختلف. یکی از صحنه‌های جذاب رو که به من یه پیام خاص میداد این بودش که ماشین جوان مخترع ما از کنار یک گاری با اسب به نرمی، به سرعت و با شتاب رد میشه. شاید این استعاره هست در رابطه با پیشی گرفتن مدرنیته از سنت، تکنولوژی از فضای قبلی فاقد تکنولوژی. اما بریم بقیه داستان رو فعلا بشنویم تا برسیم به پیشتکار. نشده؟ نه میدونم، ولی الان که بالا بیارم. خیلی خوب. جیندش بزن. خب اینم از مزرعه یک پارچه و مایک نمیتونم تمرکز کنم. ببین برای چی آخه میخوای درستش کنی؟ ببین الان وقت این کارا نیست، جلسه 2 دقیقه دیگه شروع میشه. الان وقتش نیست، ولش کن مایک. خب به نظر یه شخص کچل و ترسناک همین الان داره میاد سمت ما. مایک خب سلام. خب چه کمکی از دستم بله. سلام، من مایک لازاریدیس هستم، مدیر عامل شرکت ریسرچ این موشن. ما سیستم‌های سخت افزاری کامپیوتری متنوعی می‌سازیم که هم از مدارای یک پارچه اختصاصی و هم از قطعات معمولی استفاده می‌کنیم که توسط فروشندگان سخت افزاری بزرگ نظیر اینتل، امریکن مایکرو دیوایسز و اسایریکس تامین میشن. مشتریامون هم یو اس روباتیکس، راجرز کانتل و رام میشه. خیلی خب، کارتون چیه؟ خب ما یه معلم کارگاه داشتیم که بهمون میگفت، توی دبیرستان یه معلم کارگاه به اسم آقای موشینسکی داشتیم که میگفت کسی که یه کامپیوتر داخل گوشی بذاره دنیا رو عوض میکنه. خب ما یه طرح داریم که از پهنای باند استفاده نشده در طیف UHF استفاده کنیم تا یه دستگاه متحرک همه کاره خلق کنیم. دستیار آدم کالاهان اینجاست که شما رو ببینید. بفرستش. باشه تصور کنید که یه پیجر، یه تلفن همراه یا هرچی، یه دستگاه ایمیل، همه اینا تو یه دستگاه باشن و ما اسمش رو اتصال جیبی گذاشتیم. فعلا البته. خیلی خب گوش کنید، ما اینجا کارمون این چیزا نیست. ما یه شرکت تبلیغاتی هستیم، پس باید با یه سرمایه‌گذار ریسک پذیر صحبت کنیم و یه اسم بهتر لازم داریم. مایک تو میخوای گریه کنی؟
تو به این زودی ناامید شدی؟ کارت عالی بود. حالا برای اینکه من کار رو راحت ترش بکنم، هم برای خودم هم برای شما که تصویر رو نمیبینی، تا الان اینها رو بایستی با هم دیگه قرارداد کنیم. 2 تا پیچ-تک ورود به مجموعه شرکت، یه شرکتی که قرار است دوستای جوونمون اونجا ارائه پیچ-تک بکنن به یه آقا مدیره، و این آقا مدیره هم قراره یه پیچ-تک اجرا بکنه تو همون شرکت برای یه سری سرمایه‌گذارای خفن‌تر. برای اینکه پیچیده‌اش نکنیم همه کاراکترها رو حذف میکنم. من 2 تا اسم اینجا میگم، یه دونه مایک، یه دونه هم جیم. مایک کیه؟ مایک اونیه که مو داره و جوونه، مغز متفکر بلکبریه. اون یه مهندسیه که پایریز اولیه این گوشی بوده. آقای مایک ما باهوشه، سر به حواس، ساده است، سیاست بازی بلد نیست و خیلی هم جسارت و جذبه و جنم مدیریتی نداره. آقا مایک ما یه بودی هست، خیلی فناورانه کار میکنه، خیلی متمرکز رو کار خودش. البته این بخشش رو بچهای منتقد سینما باید بگم، ولی به نظر من میرسه که خیلی تو فیلم هم فراز و فرود نداره و چیزی ازش دیده نمیشه. انگیزه های کاریش هم مشخص نیست. به نظر میرسه که فقط یک آدمیه که میخواد یه چیزی تولید بکنه. شاید اشتباه بگم، اما به نظرم میرسه که مثل باکستر مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات جورج اورول هستش، فقط چسبیده به کار خودش. کل فیلمم مهمترین تغییری که دیده میشه از یه جوون اسپورت پوش یه جاهای آخر فیلم به یک جوان کت شلوار پوش تبدیل میشه و نه بیشتر. ولی من برای خودم اینجوری کد گذاشتم، مایک اونی که مو داره. چرا؟ به خاطر اینکه آقای جیم اون مدیر شقرق اونور میزی ما مو نداره. من تو یه گپ دوستانه که با دوست منتقدمون میزدم بهش گفتم والا خیلی از این گریمه خوشم نیومد و خیلی هم دنبال اینم که ببینم واقعا جیم واقعی همینجوری بوده یا نه، که حالا پاسخش ان شاءالله سر جای خودش از ایشون میشنویم. جیم هم یک مدیر توسعه کسب کاره، یه مدیریه که کسب و کارا رو قرار نجات بده، یک مدیری هستش که معمولا ریسک بالا میپذیره، حتما عصبیه، به دور و بریاش پرخاش میکنه، شایدم فوش بده، تو جلسات مذاکره خطرناک وارد میشه. آقای جیم خیلی با عصبانیت، خیلی با سختگیری کاراشو پیش میبره. آره یه جورایی رباته، تمام مدت کت و شلوار تنشه و تو فیلمم البته باز ایشون هم جذابیت‌های از دید من تماشاگر عامی رو نداره، خیلی کار خاصی انجام نمیده، فقط یک رباتی که یه سری کارا رو خیلی سفت و محکم و به چپ چپ به راست راست انجام میده. باز همه اینها رو فراموش کنیم، فقط مایک اونی که مو داره، جیم اونی که مو نداره. مایک با دوستش قراره برای جیم یه چیزی رو ارائه بده، همین گوشی رو، و جیم هم قرار است یک پروژه ارائه بده برای کسای دیگه. مایک و رفیقش استرسیان، آرامش ندارن، دیر رسیدن، احتمالا مدیریت خواب و غذا هم نداشتن، مدیریت زمان هم نداشتن، وسایلی که آوردن همش پخش و پاشونه. نه اینکه طبیعی باشه و بشه این رفتار رو به همه آدمای مخترع منتسب کرد، اما یه جورایی دستپاچه، شلخته و دست پاچه لفتی دیده میشن. درسته از پاورپوینت و ارائه و اسکرین و اسمارت بورد خبری نیست، اما مایکمون محترمون حرفاش روی صدی ورق کاغذ نوشته و مدام طی مسیر داشته اون کاغذ میخونده و تو پیچ-تک هم تو جلسه هم عیناً از روی اونا میخونه. یعنی اون مطلب رو نتونسته مال خودش بکنه، تمرین لازم نکرده، بادی لنگویجش هم ضعیفه. اینا همه برمیگرده به ماهیگیری در آسانسور بخش پایانی. اون شخص کچل و ترسناک همین آقای جیمه. کت و شلوار پوشیده، شق و رق هست، اما عصبی و پنیکه، با کوچکترین ناملایمتی برخوردی پرخاشگر و اگریسیو میشه و هرچی تو دهنشه بی دیگران میگه. درسته که جیم اونور میزیه پنیک هستش و آماده دریافت پیشتک مایک نیست، اما مایک هم نتونست جلسه رو مال خودش بکنه، یخ ارتباط آب بکنه و یه جورایی همون چند دقیقه رو سوار کار بشه. پس بعضی وقتا میتونه اینجوری باشه تو پیشتک که امکان داره اونور میزیه هم آمادگی شنیدن رو نداشته باشه، یا باید اینجا بی خیال جلسه بشیم یا بی خیال موفقیت در جلسه
وابسته بشیم یا اینکه یه جوری بحران رو مدیریت بکنیم. اینجا تو این فیلم این بحران مدیریت نشد. ببینید این جوونا یه معلم داشتن، معلم یه ایده خطی داشت، اون ایده خطی رو معلمه پیاده نکرد، اما هر کی پیاده کرد دنیا رو تغییر داده. یه کامپیوتر تو یه گوشی، این دستگاه متحرک همه کاره امروز تو دست همه ماست. همین گوشی هوشمند ماست. اگرچه به این گوشی و وسایل شبیه گوشی ایرادات زیادی وارد میشه و انتقادات بیشماری میشه مبنی بر اینکه چه آثار سوئی روی روال عادی زندگی ما داشته و دارد، اما از این منظر اگر نگاه بکنیم که گوشی هوشمند میتونه ادامه هوش و مغز ما باشه، این هم بخشای مثبت کاره. ما اینجا برای قضاوت مثبت یا منفی بودن فناوری گوشی، هوش مصنوعی و از این دست ماجراها نیستیم، ولی بلا شک و به زرس قاطع همه موارد جدید با خودش تبعات منفی هم آورده و می آورد که هوشمندی، خرد و قانونمندی انسانهای خردورز میتونه حواشی و نکات منفی این فناوری های جدید رو کم کنه، نه به صفر برسونه، و از اون ور میتونه رفاه، آسایش، بالا بردن راندمان و کیفیت کارها رو تضمین بکنه. اگرچه دلایل عدم موفقیت هر دوتا پیچ دک، هم مایک به جیم و هم جیم به دیگران، توامان در فیلم دیده میشه، ولی من برای سادگیش تا ماجرای مایک تموم نشه وارد ماجرای جیم نمیشم. تو همین پیچ دک اول بخش عمده از عدم موفقیت مایک به واسطه عدم تمرکز جیم هستش، اما همه ماجرا این نیستش. خود مایک و دوستش هم مشکلات مختلفی رو در ارائه داشتن، آماده نبودن، از رو خواندن، وسایلشون نامرتب بود، پرزنتشون ضعیف بود و جلسه رو نتونستن مال خود بکنن. وقتی قراره یه پیجر، یه دستگاه فکس همش تو یه دستگاه باشه، اسمش رو برای سری اول میذارن اتصال جیبی، اما بعد چطوری به بلکبری تبدیل میشه تو تیفین متوجه شد. سرمایه‌گذار ریسک پذیر یکی از کلماتی هستش که در اتمسفر استارتاپ کاملا دیده میشه. البته گروهای دیگه هم هستن، انجل هستش و اما سرمایه‌گذار ریسک پذیر. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم استارتاپ ها معمولا کارهای خطرناکی هست. نمیشه اما اگر بشه چی میشه؟ استارتاپ یک ایده خلاقانه است که در اتمسفری از فرصت ها که وجود داره و هیچ کی اونو نمیبینه، اون گروه خلاق و باهوش این رو میبینن، ایجاد ارزش میکنن و این رو عملیاتی میکنن. اما تو مسیر هر استارتاپی که ایدهش زده میشه لزوما عملیاتی نمیشه. هر استارتاپی که عملیاتی میشه لزوما به رشد و بالندگی و سود نمیرسه. برای همین یه گروه سرمایه‌گذار هستن، اینها سرمایه‌گذارای خطرپذیر یا مخاطره پذیرن. اینا ریسک کار رو میگیرن که اگر موفق شد به منافع و مطامع بسیار زیادی خواهند رسید. جنبندی فاجعه مایک، سقوط هواپیمای مایک. میخواست گریه کنه ولی اون دوست اگرچه به ظاهر ناهنجارش اما به نظر میرسه که آدم کاربلد و کار درستی بوده بهش دلداری میده. اگرچه فاجعه مایک با عدم توفیق مواجه میشه و جیم اینجا بسیار ناخوشایند دریافت میکنه اینها رو اول جلسه، حین جلسه و حتی در پایان جلسه برای اینکه برسه به پیشتک خودش، اما یک موهبت و یک پیشنهاد طلایی بهشون میده و اون پیشنهاد طلایی اینه که یک اسم بهتری برای اتصال جیبی انتخاب بکنه. اون اسم میشه بلکبری.
جیم چون بلد کاره اولا مرتب رفته، به جلسه رسیده، شروع جلسه رو هم با یه مزاح و مطایبه شروع میکنه، یخ جلسه رو آب میکنه. این نکته مثبتش. جیم تو چند صحنه قبلتر یه شیطنتی کرده، یه حقه بازی کرده، اطلاعات مربوط به اون بخش همتیمیش که قرار بوده در مورد مالیا صحبت بکنه اونها رو گرفته و در واقع فرصت ارائه به همتیمی خودش رو نمیده. اینجا بوی تکبر، دروغ، حقه بازی و ناراستی و ناصادقی جیم کاملا مشخص میشه. اگرچه این فرصت رو اگر به همکارش میداد، این میتونست کرم سر قلاب بشه که سرمایه گذارا رو جلب کنه. ما توی پیشتک بخش پایانی گفتیم که بذر تلقین بکاریم، یعنی چون سرمایه گذار اینجا یک مقدار در رابطه با مالیات، اون هم توی اقلیم امریکا و تفاوتش با کانادا و مسائل مرتبط با اون مشکل داشت، این شگرد و این ترفند که میتونه توسط هم تیمیش ارائه بشه میتونه سرمایه گذار رو جذب کنه و علاقمند بکنه. ولی آقای جیم ما به خاطر غرور، لافزنی و تکبر و بوی تفرعن و ناراستیش باعث میشه که هم تیمیش تخریب بشه و در واقع خودش تخریب بشه و ارائه پیشتکش هم زیر سوال بره. پس میدونم که باید در مورد خیلی مباحث صحبت بشه، ولی فکر کردم بهتره با استراتژی مالیاتی مشوره کنیم. خب مطمئنم از آمریکایی‌ها شنیدین، ولی بذاریم بهتون اطمینان خاطر بدم که ما هم توی کانادا بلدیم چطور فرار مالیاتی انجام بدیم. خب ببینید، این کاریه که میتونیم انجام بدیم. حقوقا رو از طریق اونتاریو پرداخت میکنیم، ولی پول تمام فروشندگانمون از هلند میدیم. 2 قسمتش میکنیم، هر کی مجزا کار خودش انجام میده و اون یکی دیگه بیخبره. در ضمن یه حساب خیلی خوبم از دستمزد تولید میگیریم که میشه یه اعتبار مالیاتی فدرال بزرگ، چون نمیدونن خصوصی هستن یا عمومی. اگرچه شگرد فرار مالیاتی تو کاناداشون رو خیلی جذاب تعریف میکنه، اما چهره همکارش و چهره رئیسش تو جلسه خودش گویای همه موارد است. وقتی هم تیمیا نمیتونن به این نفر اعتماد بکنن، چطوری سرمایه گذار به این اعتماد بکنه؟ این حس بالاتر از هر ارائه منطقی میتونه کار رو خراب بکنه. تیتراژ فیلم رو بشنویم. صحنه‌اش خیلی مستنده، یه جورایی آدم احساس میکنه که کاراکترهای آدمای واقعی داستان رو دیده میشه، یا واقعا اینجوری است، اینو خیلی من نمیدونم. و کسب کار ارتباط داره. یه مدل از اپیزودهای فرعی ما مصاحبه هستش که چند تا کار ارائه شده. یه مدل از اپیزودهای فرعی ما راب فیلم هستش که فیلم و سریال و موضوعات این چنینی رو که ارتباط داره با مدیریت مطرح میکنیم. تو راب فیلم یکمون بخش اول نقد مدیریتی فیلم بلکبری رو من تنها اجرا کردم. امیدوارم که دوست خوب
خوب قدیمی منتقد سینمای من هم فرصت پیدا بکنه در مورد بخش‌های دیگه از این فیلم و فیلم‌های دیگه از این دست توی پادکست راه به ما اضافه بشه، کار رو یه خورده بهتر، کار رو یه خورده جذابتر پیش ببر. این چیزی که شنیدین توی مهر 1402 تنظیم و ضبط شد. مانا و پایا باشید.